بسم الله الرحمن الرحیم. پیام دارم برای ملت شریف ایران. ای ملت شریف ایران بیدار شوید. ای اولاد حضرت سلمان فارسی بیدار شوید. ای اولاد راویان حدیث های محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیدار شوید. ای اولاد بزرگان ایران زمین بیدار شوید. ای اولاد عارفان، شاعران، حکیمان ایران زمین بیدار شوید. تا به کی خواب هستید؟ ای اولاد بزرگان ایران زمین که سخت ایشان پیدا به اهل بیت پیغمبر و سنت پیغمبر بودند بیدار شوید. تا به کی خواب هستید؟ بس از این خواب گران. چه ظلم بزرگی بر این فرزندان بزرگ ایران زمین دوا داشتند این ظالمان از خدا بیخبر که مدت 500 سال است که این پیکر بزرگ جهان اسلام را از بدنه اسلام و نام محمدی که همانا پیروان قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم جدا کردند. نفرین خدا و شما باد ای دشمنان قرآن و سنت رسول الله. و این ملت پر افتخار ایران زمین را به اسارت گرفتند و اون عقیده باطل خود را با کشتار به سوختاندن و قتل عام این ملت بزرگ تعمیل کردند به نام ولایت فقیر امام زمان. و مدت 500 سال است که با عقل و شعور این ملت بازی میکنند و مکتب یا حزب نام شیعه بر این ملت کهن پر افتخار تعمیل کردند به نام اسلام که نه سندی از قرآن مجید دارد و نه سندی از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و دیوار بلند غیر قابل نفوذ به خیال خودشان کشیدند تا دور این ملت اسیر و نگذاشتند که این ملت اسیر که رابطه داشته باشند با اهل سنت یعنی پیروان قرآن مجید و سنت رسول الله. همیشه سخت کوشیدند که دور نگه دارند این ملت اسیر را از اهل سنت و اهل سنت را دشمن معرفی کردند و جلوگیری کردند از مساجد اهل سنت و نماز خواندن اهل سنت در شهرهای بزرگ که مبادا شیعیان از حقیقت اسلام و نام محمدی خبر شوند که همان پیام قرآن مجید و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. حتی در مراسم حج این ملت اسیر را آزاد نمی‌گذارند با مسلمانان رابطه داشته باشند چون که خائن همیشه خائف است. ای ملت شریف ایران بیدار شوید که سر شما را شیره مالیدند از پیدنده خالی چرک کردن سر شما را. بیاید با شامپوی 100% استاندارد که هم سر شما را پاک می‌کند هم مغز شما را استفاده کنید که تمام باورهای دروغ و پوچ و توخالی، شرک و خرافات، بدعت و امام پرستی و قبر پرستی و امام زمان را پاک می‌کند که اثر از آن دیگر نخواهید دید. و آن آیات قرآن مجید است که خود خداوند متعال می‌فرماید که ای بنده من را بخوانید و کسی را با من شهید نکنید. دعا کنید به جانب من که تا قبول کنم دعای شما را. خواش من را عبادت کنید و خواش از من کمک بخواهید که من از در گردنتان نزدیکتر هستم. ای ملت شریف ایران بیدار شوید. شما خودتان قضاوت کنید. این امام زمان که آخوندهای رافضی دروغگو به شما ملت شریف ایران معرفی کرده اند که در داخل چاه قایم است، آیا این توهین بزرگ نیست بر شما ملت ایران؟ آیا این بازی نیست بر عقل و شعور شما؟ پس این چاه ظلمانی و این امام زمان نامعلوم را با خاک پاک صداقت پر می‌کنید که دیگر منبع دروغ نباشد بر این ملت شریف. و شما ملت شریف را راهنمایی می‌کنند به امام زمان اهل سنت. چه امام زمان پربرکته، چه امام زمان پرشوکته، چه امام زمان عظیم شأن که مدت 1400 سال از پروردگارش عمر گرفته و تا روز قیامت زنده و پابرجا. چه امام زمان مهربان که 1400 سال است که پیروانش را 24 ساعته به طرف صراط المستقیم بسیار به مهربانی راهنمایی می‌کند. چه امام زمان نامدار و دلاور و غیرتمند است که در مقابل تمام مشرکان، بیدینان و ظالمان سخت ایستاده و مبارزه می‌کند بدون خون ریختن و آواره کردن. چه امام زمان مهربان 24 ساعته شبان روز اگر خواستار ملاقاتش باشی درش بروت باز است و دستش را بسیار با مهربانی می‌فشارد و نوازش می‌کند تو را. چه امام زمان مهربان دلسوزی که 24 ساعته خستگی ناپذیر گمراهان را از تاریکی‌ها به طرف روشنی‌ها راهنمایی می‌کند. چه امام زمان مهربان که حق در ملاقاتش کنی بیشتر تو را راهنمایی می‌کند. چه امام زمانی که دوست می‌دارد که تمام بندگان ربش همه سعادتمند شوند.
چه امام زمان خوشگفتاره که از 1400 سال پیش هر چی گفته بود حالا بشر متوجه می شود. یا ای برادر عزیزم و خواهر محترم که شیعه هستی، به خدا قسم که دوستتان داریم، چون که همه ما با هم خواهر برادر هستیم. بیاید شما هم 100% از این امام زمان اهل سنت که همان کلام رب العالمین یعنی قرآن مجید است پیروی کنید و در دنیا و آخرت سعادتمند و کامیاب و سرفراز گردیم. و سلام قضاوت باشید.